بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. اهل بدعت از گمراه گشتگان، این مدخلی های جهمی، باز به یکی از علمای اهل سنت و الجماعت تهمت کردند و در حق این عالمی ربانی خیانت کردند. بله، علمای اهل سنت و الجماعت میگویند دعوت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب را امروز یک جماعت میخواهد تغییر بدهد و این دعوت را تبدیل بدهد به سبحان الله خدمت طاغوت، تبدیل بدهد به ضد اهل سنت و الجماعت. و البته که اینها مدخلی ها هستند و مرجعه ها بالعموم هستند که از حزبی ها بمانند اخوانی ها، سروری ها و تمام قبوری ها با تمام اشکالش ضد دعوت محمد ابن عبدالوهاب هستند. و امروز مدخلی ها هم از عرب و عجم به همین راه رفته و ضد دعوت محمد ابن عبدالوهاب برآمده اند. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در مسئله تکفیر معین و در مسئله شرک اکبر چه عقیده داشتند؟ رحمه الله آشکار و واضح در یک چند کتابهای خود بیان کرده اند که کسی که به شرک اکبر واقع می شود و کسی که به کفر اکبر واقع می شود در مسائل ظاهر، البته که کفر و شرک اکبر مسائل ظاهر است، اصول دین، این انسان مشرک است، کافر است. اگر قیام حجت شده باشد، این انسان در این دنیا البته که حتی خون مالش حلال و در روز آخرت ابدالابد به جهنم واقع می شود. اما اگر حجت نرسیده باشد، ما این انسان را مشرک می گوییم و کفر اسم را می دهیم، یعنی اسمن این کافر است، اما حکم را به این چنین انسان تکفیر حکم یا که کفر حکم را نمی دهیم. خیلی که در تقسیمات اهل سنت و الجماعت این چیز وجود دارد و سخنهای ابن القیم الجوزی را در جای خودش بیان کردیم. مدخلی ها، این جهمی های عصر طاغوت پرست ها میگویند که محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در شرک اکبر جهل را یا که خطا را یا که تعویل را عذر میدانست و انسانها را تکفیر نمی کرد. البته که این تهمت است و بعض از سخنهای شیخ را که تعلق به مسائل خفی دارد یا که تعلق به کفر حکم دارد می آورند و همین سخنهای شیخ را حجت می گیرند و در اساس همون میگن که شیخ هم عذر میداد. اما غلط است. با تمام این اهل بدعت نظر بکنید، وقتی که سخن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب را آوردن تحقیق بکنید که درباره چی سخن رفته است. یا درباره مسائل خفی تکفیر نکردند، در مثلا بعضی از مسائل صفات، یا که یک انسان جاهلی که یکی از مسائل شرعی را از سبب جهل نفهمیده انکار کرده است، برای اون که نو به اسلام در آمده شود و همچنین چیزها جهل عذر است میگند. خیلی که سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و محمد ابن عبدالوهاب در این مسئله معروف است و به شما بیان کردیم. یا که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب گفته ایستادند که ما تکفیر نمی کنیم تا حجت قائم نشود و
خیلی که کسی طالب علم حقیقی باشد و بسیار از کتاب‌های شیخ استفاده کرده باشد، به منهج اهل سنت رفته باشد، میفهمد که این سخن شیخ تعلق دارد به کفر حکم. خیلی که ما در دفعه گذشته در رد جهمی ها نسبت این که تهمت کردند ابن القیم الجوزی رو که گویا که به شرک عذر دادند، ما بیان کردیم که ابن القیم الجوزی تقسیم میکردند که کفر اسم است و کفر حکم است. و درباره تکفیر کسی که میخواد که کتاب خواند، بسیار علما را کتابشون رو ببیند که نام این کتاب رو الاسماء والاحکام موندند، اسم و حکم. بعضی حالت اسم و حکم جمع میشد و بعضی حالت اسم و حکم از هم دیگر جدا میشد و این به قیام حجت ربط دارد. پس بیاید سخن حقیقی محمد ابن عبدالوهاب رو میبینیم و جهالت مدخلی ها را و خیانت اونها را و طاغوت پرستی اونها را و مدخلی ها ضد دعوت علمای نجد و ضد دعوت محمد ابن عبدالوهاب بودن را اثبات میکنیم. سخن شیخ محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الدرر السنیه فی الاجدة النجدیه مجله اول صفحه 434 آمده است که میگند فجنس هؤلاء المشرکین، کلمه مشرکین رو ببینید، و جنس اونها المشرک ها، اونها مشرک ها، نحکم بانهم مشرکون، حکم میکنیم که اونها مشرکون هستند. جنسش رو، جنس مشرک ها رو حکم میکنیم که اونها مشرکند. و نرا کفرهم اذا قامت علیهم الحجه، و ما کفرشون رو میبینیم زمانی که به اونها حجت قائم میشود. خوب دقت بدید. شیخ الاسلام گفته شدند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک میگوییم و زمانی که به اونها حجت قائم شود اونها رو حکم به کفرشون میکنیم یا که کفرشون رو میبینیم. معناش این است که ما پیش از حجت قائم شدن اسم شرک رو به اونها میتیم، زیرا که اونها شرک اکبر کردند. کسی که شرک اکبر میکند توحید در اون باقی نمیماند. توحید و شرک این دو چیزی است که به هم ضدیت دارد، یکی از اون میایستد. وقتی که شرک به وجود آمد توحید اصلا نابود میشود. برای همین کسی که جاهلانه نفهمیده شرک رو کرد، ما اسم رو میدیم کفر، یعنی کفر اسم رو میگیم که این مشرک است، کفر است. اما وقتی که حجت به اونها رسید کفر معذب رو به اونها میدیم. حجت وقتی که رسید کفر معذب میشد. بارک الله فیکم. از این سخن محمد ابن عبدالوهاب شما فهمیدید که محمد ابن عبدالوهاب آشکار رو گفته شدند که اونها مشرکند. پیش از قیام حجت مشرک میگیم. آیا صحیح است که کسی بگوید که شیخ الاسلام در اینجا مشرک نگفتند و مسلمان گفتند؟ پیش از قیام حجت نه، زیرا که سخن شیخ الاسلام آشکار واضح است. بارک الله فیکم. اما وقتی که حجت رسید اونها را تکفیر حکم میکنیم که متعلق به قتال است، متعلق به عذاب است و نه متعلق به اسم رو ما پیش از قیام حجت میدیم. اما مدخلی ها از سبب جهل و بخصوص در مصر بوده مدخلی ها از سبب نشیشتن در نزد علمای اهل سنت و الجماعت، تعصب کردن به همون علمای طاغوت پرست خودشون، این مسائل رو نمیفهمند. ما تا امروز چندین بار سوال کردیم که محمد شریف برادرش و دیگر طالب علم‌هایی که در مصر مدخلی هستند بگوید که علمای شما کی هستند. رسولانی که سیسی رو، این پادشاه مصر رو، این مرتد رو چی میگد؟ ولی الامر میگد، خلیفه میگد. همین است. هشام البیلی است، طلعت زهران است و دیگر از چندین نفری دیگر از این علمای شما هست که حتی خریستیان رو عذر میدهد در تکفیر عین. چخیلی که ما سخن طلعت زهران و غیره رو بیان کردیم. علمای شما همین است و اینها معروف هستند. در نزد کی شما تعلیم گرفتید؟ و همین جهل اینها سبب شد که اینها سخنهای علما رو نفهمیدند. سخنهای شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در مسئله عذر ندادن با جهل و تعویل و خطا در مسئله توحید
نظر بکنید به کتاب‌هایشون. در این مسئله کتاب نوشتن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. کتابشون مفید المستفید فی حکم تارک التوحید، مفید و مستفید در حکم کسی که توحید رو ترک کرده است. این کتاب رو چرا نوشتند؟ اهل عیینه یک چند ایده بگیم یک جماعت در عیینه به کفر و شرک اکبر واقع شدند. در اونجا بوده علما به شک گرفتار شدند و تکفیر کردن نتوانستند و به شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب نامه نوشتند اهل عیینه. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب جواب دادند به این نامه که شک نیست که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد کافر است. و مفید المستفید حکم تارک التوحید، این آشکار نام کتاب رو ببینید. مفید المستفید در حکم کسی که ترک کرده است توحید رو. و در کتاب گشته و برگشته بیان میکنند که کسی که به شرک اکبر واقع شد توحید رو ترک کرد این مشرک است، جهل عذر نیست و باید کفر یعنی اسم کفر داده شود. و این چنین دومین کتابی که در این مسئله نوشته اند، رساله کوتاه لیکن بیناد مفید و هر یک طالب علم بخواند، این است که اصول الدین و قاعدته امران. اصل دین و قاعده دین دو چیز است. یکیش میگند التوحید، توحید و عمل کردن، بگیم اول توحید و سختگیری کردن به خاطر توحید و دوستی کردن به خاطر توحید و تکفیر من ترکه و تکفیر کردنی کسی که توحید رو ترک میکند. این قاعده اول است. یعنی اصل دین و قاعده دین یکمینش چی بوده است؟ توحید بوده است و به خاطر توحید دوستی کردن و تکفیر کردنی کسی که توحید رو ترک میکند. اگر کسی توحید رو ترک کرد تکفیر نکردید پس میگن اصول دین شما ترک شد. تکفیر کردنی کسی که توحید رو ترک میکند این از اصول دین گفتند و قاعده ضروری دین گفتند. و دومین قاعده و اصول دین رو چی گفتند؟ ترک و شرک، ترک کردن شرک و سختگیری کردن به خاطر ترک شرک، یعنی سخت میگیرید تا که مردم شرک رو ترک بکنند و براءت کردن از شرک و مشرکین و تکفیر من فعله. در آخرش میگن که تکفیر کردن کسی که شرک رو انجام میدهد. پس اساس دین، اصل دین چی بود است؟ عمل کردن به توحید و ترک کردن شرک. کسی که به توحید عمل نکند تکفیر کرده میشد و کسی که چی نکند شرک رو ترک نکند تکفیر کرده میشد. و این هست انا همون رساله شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. اما بله خیلی که گفتیم وقتی که شیخ الاسلام میگن که ما تکفیر نمیکنیم مشرک ها رو تا همون زمانی که حجت قائم نشود، این تکفیری معذب، تکفیری اعصاب و تکفیری حکم است، نه اسم. زیرا که گفتیم ما مشرک ها رو تکفیر نمیکنیم، یعنی مشرک هستین اسم رو میدهیم، اما تکفیری قتل، تکفیری که بعد از این تکفیر قتل و کشتار و عذاب دادن میآید، این رو در نظر دارم که البته این تقسیمات رو هر کس فهمیدنش یعنی مشکل است. باید علمای نجد رو، همه کتاب‌های نبیره‌های محمد ابن عبدالوهاب رو و کتاب‌های خود محمد ابن عبدالوهاب رو خوند، به تعصب باید نظر کرد. و سومین کتابی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب آشکار و واضح منهج اهل سنت رو بیان کرده و جهل و تعویل رو در شرک و کفر اکبر عذر نمیداند، این کشف شبهات است. به کتاب کشف شبهاتشون نظر بکنید. بارک الله فیکم. میبینید که عذر نمیدهند. و نظر بکنید به کتاب اینچنین توحید در باب پوشیدن حلقه، کسی که حلقه رو به دستش و گردنش می اندازد این نجات نمی یابد. به جهل عذر نمی دهند. سخنشون رو می بینید که آشکار و واضح میگن که در مسائل شرک جهل عذر نیست. همه این سخنها رو مدخلی ها به یک طرف میموند و یک سخنی که خودشون حقیقتش رو نفهمیده اند و به شبهه گرفتار شدن اون رو میارد از متشابهات رو.
شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگند فمن عبد الله لیلا و نهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله. هر کسی که شب و روز الله را عبادت بکند و بعد از این پیامبری را یا یک اولیای را، یک انسان صالح را در نزد قبرش عبادت بکند، الله را هم عبادت کند و غیر الله را هم عبادت کند، به این معنی که طلب شفاعت کند، دعا کند، بین خود و بین الله واسطه گیرد، چیکار کرده است؟ این مسلمان است یا مشرک است؟ میگن که فقط اتخذ الهین اثنین، همانا که این دو اله را به خودش گرفته است، این دو اله دارد. ولم یشهد بأن لا اله الا الله، و بلا اله الا الله شهادت نداده است. بله، معنای لا اله الا الله چی است؟ یک الهی است. کسی که حقیقت لا اله الا الله را میفهمد میداند که یگانه الله را باید عبادت بکند. کسی که غیر الله را هم عبادت میکند شهادت به لا اله الا الله نداده است. دروغ است این سخنش میگند. در دوام سخنش میگند لأن الاله هو المدعو، زیرا که اله این همون ذاتی است که دعا کرده میشد، عبادت کرده میشد. کما یفعل المشركون اليوم عند قبر زبیر و عبد القادر و غیرهم. چی خیلی که امروز مشرک ها انجام میدهند در نزد قبر زبیر و در نزد قبر عبدالقادر و غیرشون. ببینید آشکار و واضح گفته ایستادن که کسایی که قبر زبیر رضی الله عنه را یا قبر عبدالقادر جیلانی را میرود و در نزدش دعا میکند و این مرده ها را بین خود و بین الله واسطه میگیرد، شفاعت میطلبد و غیر عبادت را انجام میدهد، اینها کی هستند؟ مشرکو هستند. کما یفعل المشرکون، اینها مشرک هستند. نگفتند که کما یفعل المسلمون اليوم عند قبر زبیر، نگفتند چه خیلی که امروز مسلمان ها در نزد قبر زبیر میکنند، نه، مشرکو میکنند. این سخنشون در کتاب الدر الرسانیه فی الحجة النجدیه مجله دهم صفحه 71 ذکر شده است. آشکار و واضح گفته است که اینها به خودش دو اله گرفت، اینها مشرک است، اینها شهادت به لا اله الا الله نداد. آیا کسی که دو اله به خود اختیار کرده باشد، شهادت به لا اله الا الله نداشته باشد، ما این رو میتونیم مسلمان بگوییم؟ نه، مسلمان نمیگوییم، این مشرک است. بارک الله فیکم. در جای دیگر میگویند که شیخ رحمه الله و انت ترى المشركين من اهل زماننا ولعل بعضهم يدعي العلم وفيه زهد وعبادة اذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله. تو امروز مشرک های اهل زمانمان رو میبینی. کلمه مشرک رو خوب دقت بدید. و انت ترى المشركين من اهل زماننا، میگه تو امروز مشرک های اهل زمان خودمون رو میبینی که بعضیشون دعوای علم هم میکنن. یعنی این مشرک ها عادی انسان ها نیستند، بعضیشون دعوای علم هم میکردن. بله، همین زمان ما همچنین است. دعوای علم میکند، در بالای منبر است، شکل ظاهریش خوب است، علم هم دارد، فقه و غیره، اما آشکار میگه که ما طلب شفاعت از قبر پیامبر میکنیم و از قبر اولیاء و غیره. شیخ الاسلام این رو مشرک گفتند. بعضیش دعوای علم میکند، زهد و عبادت میکند، زهد دارد، عبادت دارد، علم هم دارد، اما زمانی که به او یک مشقتی باز بالای سرش آمد یستغیث بغیر الله، استغاثه غیر الله میکند، شفاعت از غیر الله میطلبد، این مشرک میشه. نظر کنند به کتاب مؤلفات العقیده صفحه 363. بارک الله فیکم. پس این بود مذهب محمد ابن عبدالوهاب، مذهب اهل سنت و الجماعت، که همه صوفی ها از همین می ترسیدند. چرا صوفی ها قبوری های همون زمانه محمد ابن عبدالوهاب را خوارج گفتند؟
به دو سبب یا به سه سبب. سبب اول معروف ترینش دو سبب، خیلی که خودی محمد ابن عبدالوهاب گفتند، مشرک های امروزه گفتند، از صوفی های قبوری ها ما رو خوارج گفتند به دو سبب. گفتند شما مسلمان ها رو تکفیر میکنید و شما به دولت عثمانی می جنگید. محمد ابن عبدالوهاب گفتند که کسی که در گرد قبر طواف میکند قبر پرست است، این مشرک است، ما تکفیرش میکنیم. اگرچه در بعض حالت تکفیری معذب علیه هم نکنیم، لیکن این هم مشرک است، این هم مسلمان نیست. و این چنین جنگ میکنیم با این صوفی ها به خاطر اینکه این هم مشرکند. به خاطر همین گفتن ما رو خوارج میگن. و عیناً مدخلی های امروزه هم پیروانی مذهب اهل سنت و الجماعت رو، پیروان سلف صالح، پیروان محمد ابن تیمیه، ابن قیم الجوزی و این محمد ابن عبدالوهاب رو چی میگن؟ خوارج میگن. خیلی که صوفی ها گفته بود، عیناً هم خیلی. حتی با محمد ابن عبدالوهاب نامه نوشتند که تو اگر مشرک رو مشرک گفتن رو بس کنی و جنگ کردن با ما رو بس کنی، تمام تو بهترین همه چیزات دیگرات رو قبول میکنی. اما محمد ابن عبدالوهاب قبول نکردن، برای اینکه این دین است. امروز مدخلی ها هم همین است. به خاطر همین میگیم که مدخلی ها منهج اهل سنت رو میخواهند تغییر بدهند. این جهلای بیچاره های تاجیک بیخبرن، لیکن رؤساشون استفاده میشوند و کتاب ها رو مخصوص می نویسند و رؤساشون رو حکومت مجبور میکند و حکومت طاغوتیشون رو دیگر از بالا باز تغییر میدهد. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب میگن من مات من اهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوه فالذي يحكم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك ومات عليه فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له، وأما حقيقة أمره إلى الله فإلى الله. ببینید هر کسی که از اهل شرک وفات بکند پیش از حجت رسیدن، پیش از بلوغ حجت، پیش از به نزد او قیام حجت شدن، به او حجت نرسید، از اهل شرک بود وفات کرد. این معروف بود این انسان که عملی شرکی رو انجام میداد و وفات کرد، به او حجت نرسید، جاهل است. ما چی حکم میکنیم؟ میگن فهذا ظاهره انه مات على الكفر. پس این انسان ظاهرش این است که این با کفر، در کفر وفات کرده است. فلا يدعى له. در حق این انسان دعا کرده نمیشه، این رحمه الله، الله این رحمت کند گفته نمیشود، جنازه خونده نمیشود، نماز خونده نمیشود. اما آیا ما این انسان رو حکم به جهنم کرده میتوانیم؟ نه، بلکه میگیم که حقیقت امر این انسان به الله گذاشته میشد. یعنی خودی الله میتونه اینه. اگر در حقیقت جاهل باشد، این مشرک در حقیقت جاهل مرده باشد، در روز قیامت امتحان میشد. این است سخن شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب. در دوامش میگن فإن قامت علیه الحجه، اما به او حجت قائم بشود، به این مشرک حجت قائم بشود، و عانده، اما بعد از حجت قائم شدن هم سرکشی کند و باز به همون فعل شرکش دوام بدهد، فهذا کافر فی الظاهر والباطن. این کافر است، هم ظاهرا هم باطنا. یعنی این انسان اگر مرد خلد مخلدن فی النار است، جهنم است. در دامش میگن و ان لم تقم علیه الحجه فامره الی الله. اگر به این حجت قائم نشود، امرش به سوی الله. ظاهرش کفر است. در این دنیا ما به این معامله خیلی که با کفر معامله کفر میکنیم، مشرک میگیم، کافر میگیم. وقتی که مرد جنازه نمیشود، ششته نمیشود، به قبرستان مسلمان گور کرده نشود، اما در روز آخرت امرش به الله است. نظر بکنید به کتاب درر السنیه فی الحجة النجدیه، سخن شیخ محمد بن عبدالوهاب، مجله دهم صفحه 142. بارک الله فیکم. عیناً همین سخن رو ابن القیم گفتن، عیناً همین سخن رو ابن تیمیه گفتن. ما به شما آوردیم سخنهاشون رو، صفحه‌هاش رو، کتابا رو. و عیناً همین سخن رو عبدالمحسن العباد در کتاب الایضاح والتبیین فی حکم من یستغیث بالاموات والغائبین خوندیم و بیان کردیم. و عیناً همین سخن رو از کتابی، اگر این مدخلی ها پافشاری کنند، خودی نوشته فوزان ما بیان میکنیم.
البته در پیش است بیان میکنیم. این معروف است، اما مدخلی های بیچاره که کتاب نمیخوانند، اگر خوانند هم یک کتابی شروط صلات رو میارند و در درون احکام شروط صلات شیخ محسن العباد کمتر مذهب پیشتری خودش رو ذکر کرده رو میگیرند و مذهب جدیدی عبدالمحسن العباد رو نگرفته، پفشوری کرده، تعصب کرده و به همین تعصب گمراه میشن. بارک الله فیکم. پس ببینید محمد ابن عبدالوهاب میگند فاذا عرفت ان جهال الكفار يعرفون ذلك، زمانی که فهمیدی میفهمی که کافرهای جاهل میدونستند، کافرهای جاهل میدونستند لا اله الا الله چی معنی دارد و باید شرک ترک کرده شود. کافرهای جاهل بودند. فالعجب ممن يدعي الاسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمه ما عرفه جهال الكفار. ما تعجب میکنیم، میگند به حال اون کسی که دعوای اسلام میکنه خودش رو مسلمان میگه، در حالتی که نمیفهمد تفسیر این کلمه رو لا اله الا الله رو. چخیلی که همون جاهل های کفر فهمیده بودند اقلا مثل اونها نمیفهمد. بل يظن ان ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. بلکه گمان میکند که این بیچاره که خودش رو دعوای مسلمان میکند گمان میکند که فقط تلفظ به حرف لا اله الا الله بکنه شد به همین مسلمان میشد، به غیر اعتقاد و به غیر دیگر چیزها. البته که این باطل است میگن و معروف است لا اله الا الله دو رکن دارد، کفر بالطاغوت و ایمان به الله و 7 شرط دارد. کسی که نآورد این مسلمان نیست. شرط اولی لا اله الا الله این علم است. فاعلم انه لا اله الا الله و آیات های دیگری که در این مسئله علم آمده است. انا این است حقیقت سخن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله. و بعد از این برادران و خواهران موحدان، ما سخن یک عالم رو بعد از اینکه بیان میکنیم، باز اگر خواستیم که معلومات زیاد درباره عقیده این عالم داشته باشیم، نظر میکنیم به شاگردای این عالم که شاگردهای این عالم از این عالم چگونه تعلیم گرفتند و عقیده این عالم را چگونه بیان کردند. شاگردهای این عالم کی است؟ شاگردهای محمد ابن عبدالوهاب پسرهایشان هستند. معروف است که شیخ 4 فرزند داشتند، علی، حسن، حسین و عبدالله. 4 فرزند و هر یک فرزندشون به خود فرزندها بیرو داشتند. مثلا عبدالله پسری محمد ابن عبدالوهاب یکی از عالم اهل سنت در جماعت است و همین پسری محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند که کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک است و از نظر 4 مذهب این مشرک است. نظر کنید به کتاب کلمات النافع فی مکافرات الواقع. انا همین کتاب خاص به خاطر همین نوشته است، کلمات النافع فی مکافرات الواقع. و این کتاب علاهیده وجود دارد و میتوانید در کتاب الدر الرسنیه هم وجود دارد، میتوانید ببینید. مجله 10 بود والله اعلم، صفحه 249. و بیان میکنن مذهب اهل سنت و جماعت رو، مذهب خود و مذهب پدرشون رو و اینچنین نبیره هاشون. مثلا سلیمان ابن عبدالله پسری همین عبدالله سلیمان در کتاب تیسیر العزیز الحمید آشکار بیان میکنن که کسی که مشرک رو دیده و دانسته مشرک نگوید مشرک است، اما از سبب جهل مشرک رو مشرک نگوید، بگیم از سبب شبهه مشرک رو مشرک نگوید. اول حجت بیان کرده و بعد از این اگر قبول نکند مشرک گفته میشد، تکفیر کرده میشد. عذر المشرک رو. و عبدالرحمن یکی از دیگر نبیره محمد بن عبدالوهاب، عبدالرحمن ابن حسن. علما میگند دومین مجدد دین اهل نجد انا من عبدالرحمن هستند. اجماع رو نقل میکنند که هر کسی که به شرک اکبر واقع شد این مشرک است. سبحان الله. اما
اینها همه شاگرد محمد ابن عبدالوهاب بودند. میگن خیلی که در کتاب الدر السنیه فی العلل النجدی آمده است و در کتاب منهاج هم آمده است، صفحه 6 نظر بکنید. در الدر السنیه مجله دوم صفحه 224 من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. الله أكبر. هر کسی که شرک رو انجام داد، هر کسی که فعل شرک رو کرد، به تحقیق توحید رو ترک کرد. زیرا که شرک و توحید به هم دیگر ضد است که در یک جا جمع نمی شود. وقتی که شرک آمد توحید نابود می شود. وقتی که توحید حقیقی آمد باید شرک نابود می شود. و این شرک و توحید به هم دیگر ضد است که در یک جا جمع نمی شود و هم دیگر نقیض است که در یک جا جمع نمی شود و هر دوش نابود هم نمی شود. ما با یک انسان گفته نمیتونیم که نه موحد استی نه مشرک استی. نه، یا موحد است یا مشرک است. وقتی که توحید ندارد 100% مشرک است و کافر است. اگر شرک کفر ندارد موحد است. وقتی که شرک اکبر اومد حتما توحید نابود می شود. فمتى وجد الشرك، همان زمانی که شرک به وجود آمد، پیدا شد در یک انسان، انتفى التوحید، توحیدش نابود می شود. انا این است مذهب اهل سنت و جماعت. شاگرد محمد ابن عبدالوهاب نبیرشون هستند و این معروف است. این علما را ماندند و اینها به علماهای مدخلی خودشان رفتند. زیرا که مدخلی ها ما بار دیگر میگیم مخالف علمای نجد هستند. شیخ عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب میگن که اجمع العلماء ان المرء لا يكون مسلما الا بالتجرد من الشرك والبراءة منه وممن فعله. همه علما اجماع کردند که انسان مسلمان نمی شود مگرم با ترک کردن شرک، دور شدن و ترک کردن شرک. تا زمانی که شرک را ترک نکند و مسلمان نیست. و کی است؟ مشرک است. و براءت بکند از شرک و از کسی که شرک را انجام میدهد. یعنی یک انسان به اجماع علما نقل میکنند که یک انسان همان وقت مسلمان میشد که شرک را ترک کند و از شرک براءت کند و از مشرکین هم براءت کند. یک کس شرک را ترک نکند او مشرک است. یک کس شرک را ترک کند و براءت از شرک نکند او هم مشرک است. یک کس شرک را ترک کند براءت از شرک کند از مشرک براءت نکند این هم مشرک است و این به اجماع علما است. انا این دوم اجماع علما. ما یا سوم اجماع علما. یکم اجماع علما را در سخن ابن تیمیه رحمه الله نقل کردیم. دوم اجماع را در سخن ابن القیم جوزی نقل کردیم. و سوم اجماع این اجماعی که عبدالرحمن ابن حسن نقل میکنه. نظر کنید به کتاب الدر السنیه فی العلل النجدی مجله 11 صفحه 545 یا که 536. بارک الله فیکم. و همین شیخ میگن که علما باب حکم مرتد را ذکر کردن. همه این مذهب حکم مرتد گفتن یک باب در کتاب فقهی در آخرش است. همه علما ذکر کردن و یگان نفر از اونها نگفتن که اگر یک سخن کفری، یک فعل کفری و شرکی را انجام دهد و به کفر واقع شود و اگر نفهمیده و ندانسته بکند ما این رو مرتد نمیگوییم. اگر لا اله الا الله گفتگی باشد، شهادتن رو گفتگی باشد و از سبب جهل به مرتد کننده عمل ها واقع شده باشد ما این رو مرتد نمیگوییم. ما این رو به جهل عذر میدهیم. گفتگی گپ نیست، بلکه هر کسی که واقع شدین مرتد میشد. بارک الله فیک. من فکر میکنم همین قدر برای کسی که حق میفهمد کافی است. کسی که عقل دارد کافی است و کسی که حقیقت رو میخواد کافی است. برادران و خواهران بزرگم، الله همه شما را حفظ بکند.
اینها تهمت به امام شافعی بستند. جواب دادیم. خیانت کردند به سخن امام شافعی، خیانت کردند به سخن ابن قدامه، خیانت کردند به سخن امام نووی، خیانت کردند به سخن عبدالمحسن عباد، خیانت کردند به سخن شیخ الاسلام تیمیه، خیانت کردند به سخن ابن القیم الجوزی، خیانت کردند به سخن محمد بن عبدالوهاب و سخنهای اینها رو بریدند و گذاشتند و جانب دیگرش رو ندیدند، به یک کلمه جمله اکتفا کردند. همه این علمایی که اینها سخن کرده هستند، همین علمایی که نامبر کردیم، هر یکشون 10 کتاب دارند که یک کتابشون 10 مجلد 20 مجلد است. شیخ الاسلام ابن تیمیه 100 کتاب دارد. محمد ابن عبدالوهاب 23 کتاب دارند. امام نووی کتاب‌های زیاد دارند که شرح صحیح مسلمشون چقدر زیاد است، مجله هاش 10-15 مجلد. ابن قدامه که کتابشون بی‌نظیر زیاد است. خود مغنی فلان مجلد است. از درون همه این کتاب‌ها یک جمله‌چه را آوردند و به همه جمله‌چه حکم کردند. همه جانب رو باید نظر بکنیم، سخن‌های علما رو جمع بکنیم. چه خیلی که سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم رو جمع میکنیم و بعد از این ما حکم میکنیم در یک مسئله. همچنین است، باید وقتی که قرآن رو میخونیم در یک مسئله شراب اگر حکم کردنی باشیم، به یک آیتی که در اول این قرآن آمده است به همون اکتفا نمیکنیم، بلکه سوره مائده رو نظر میکنیم، زیرا که در سوره بقره آمده است که عرق، همون شراب، فایده هم دارد ضرر هم دارد. در آیت دیگرش آمده است که بعد از این در سوره های اندش وقتی که عرق می نوشید به نماز نزدیکی نکنید. بعضی گمراه ها هر دوی این آیت رو میگیرند، اما آیت آخرین که سوره مائده است این رو نمیگیرند. در سوره مائده الله حرام کرده است: انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان. انما الخمر والمیسر، خمر قمار، انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، اجتناب کنید. 3 آیت برای حرام بودن خمر یا که منع خمر آمده است و 3 مرحله هست. مرحله یکم ضررش زیادتر است، مرحله دوم وقتی که کسی که خمر را خورد، نوشید، شراب را به نماز نزدیک نکند، مرحله سوم ترکش کنید که حرام است. کسی که بیاد و هر دوی این آیت اول رو گیرد و آیت اخیر رو نگیرد، این آیت ها رو جمع نکند و حکم نکند، البته که خطا میکند. این چنین مدخلی ها وقتی که سخن علما رو یک جانبش رو میگیرند و جانب دیگرش رو نمیگیرند، البته عاقبتش همین گمراهی است. ما باید سخن علما رو جمع بکنیم، به منهج علمای اهل سنت و جماعت نظر بکنیم. بعد از اینکه سخن های علما رو جمع کردیم، بعد از این حکم بکنیم. مقصد در اینجا تعصبی نیست، مقصد کسی رو شکستن و این چیزها وجود ندارد. در نزد ما این چیزها وجود ندارد. فهمیدن حق است. بارک الله فیکم. پس خیانت های اینها آشکار شد، شرمندگیشون آشکار شد، خال و ذلیل بودنشون آشکار شد. این همه بازی که میکنن همش آشکار شد، سخنوریشون آشکار شد. ما شما رو، مردم رو دعوت میکنیم که این طاغوت پرستو حق رو نمیخواهند و نخواسته ایستادند و جاهلانه فقط تهمت زده ایستادند و این کار کرده ایستادند. شما رو میگیم که شما خودتون فکر کنید، تأمل کنید، نظر کنید و حق رو قبول اختیار بکنید. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بایاکم.